به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با یک کتاب بسیار زیبا شروع میکنیم. کتاب یک عاشقانه آرام نوشته نادر ابراهیمی که جلدی که دست من هستش چاپ 26 که در سال 1394 چاپ شده. کتاب 3 فصل داره که من فکر نمی کنم بتونم 3 فصل رو برای شما خلاصه بخونم. به قدری جملات زیبای زیادی داره این کتاب که حیفه که به راحتی ازش بگذرم و من فکر می کنم که گوشه هایی از فصل اول رو بتونم براتون بخونم. با همدیگه میریم به پیشواز نوشته آقای نادر ابراهیمی به عنوان مقدمه در ابتدای این کتاب. یا حق، دیگر جوان نیستم، میان سال هم نیستم. به همین خاطر است که همیشه می اندیشم این آخرین اثری است که به او پیشکش می کنم و به فکرم می رسد که بنویسم برای آخرین بار به او. اما حس می کنم که در این جمله نقصی هست و اضطرابی. یادم می آید اولین کتابم را در نیمه راه جوانی به بهترین دوست روزگار کودکی تا جوانیم تقدیم کردم، به برادرم رحیم قاضی مقدم که با دوستیم بیش از همه کس او را عذاب دادم. حال در آستانه پیری می‌خواهم جمله‌ای شبیه به آن بگویم به همسرم فرزانه که با مهر بی حدم به او تنها کسی بودم که پیوسته عذابش دادم و افسوس که نمیتوان بازگشت و از نو ساخت. اما دست کم به آنها که در آغاز راهن میتوان یادگاری کوچکی داد، شاید به کارشان بیاید. یک عاشقانه آرام و اگر خدا بخواهد و زنده بمانم یک عاشقانه بسیار آرام، یادگاری است از من و او به همه آنها که در آغاز راهند. نون الف آذر ماه 1373. عشق به دیگری ضرورت نیست، حادثه است. عشق به وطن ضرورت است، نه حادثه. عشق به خدا ترکیبی است از ضرورت و حادثه. فصل اول. عاشق زمزمه می کند، فریاد نمی کشد. برای شادمانی و پرزیستن در عصر بی‌اعتقادی روح در مهزیستن ضرورت است. سن مشکل عشق نیست. زمان نمیتواند بلور عصر را کدر کند مگر آنکه تو پیوسته برق انداختن آن را از یاد برده باشی. آسوده رویا میبافم با حضور زنده تو، نه در تخیل مه، در واقعیت خیال. در مه واقعی به انتظار تو ایستادن را دوست می‌دارم. عشق دل مضطرب نمی‌خواهد. قرار و آرام بگیر، محبوب خوب آذری من، آرام بگیر. از کودکی اثر را بسیار دوست داشتم. این شاید یک قطعه خیال خالص چسبنده شیرین طلایی رنگ بود. کودکان کمسال قدرت انتخاب ندارند. کودک عاشق مادر نیست، محتاج مادر است. عشق احساسی و کلامی کودکانه نیست. یک قطعه خیال خالص طلایی به نام اثر را دوست داشتم و بعدها این دوست داشتن خیالی گرفتارم کرد. عسل شناسی گفت در کوهپایه‌های گلباران سبلان، جایی که اگر بخواهی نشانیش را به تو می‌دهم، گل مثل دریا تو را در خود غرق می‌کند. من در ساوالان دوستی دارم، شک در خلوص عسلش گناه کبیره است. من شناگر از کودکی در آس غوطه خورده شمالی، اگر در دریا به آسانی غرق نمی‌شوم، در دامنه سبلان به ناگهان چنان گلباران شدم که یک پارچه خیس از عطر زنده گلها، چتری از رویای رنگ بالای سرم گشوده شد و زیر چتر کوله‌ام را زمین گذاشتم.
روی سبز سفره‌ام را باز کردم و خسته خسته پنیر تبریز را با خیاری که تراوت و تردی پوستش چاقوی زنجانیم را خجل می‌کرد لای نان تازه دهی گذاشتم. چه عطری خدای من! صدای زنبور می‌آمد و تو را دیدم که از دور می‌آمدی. زهر گل با قامت تو که از دور کوتاه می‌نمود پر از مینای سفید شد، چنانکه آسمان را ناگهان قطعه‌های سپید ابرهای پنبه‌ای الماس نشان کند. عشق یعنی پویش ناب دائمی، به سراغ خستگان روح نمی آید. خسته دل نباش محبوب خوب آذری من. قطره‌های ناپیدای مه پوست صورت تو را براق می کند. ما می خندیم، ما آرام و عاشقانه می خندیم. باز حصاری نرم از تخیل آسودگی، یک کندو عسل به قدر یک قطره محبتت شیرین نیست. دخترک قلبت را به من بسپار، تنهایی پیرم کرده است. همش این دسته گل کوتاه که نیست، عشق هم هست. ایمان سخت‌تر از آهن آب دیده. ناگهان چنان لطیف نگاهم می کند که گویی نرمترین پر دنیا را به صورت قلبم کشیده است. همیشه خاطرات عاشقانه از نخستین روز، نخستین ساعت، نخستین لحظه، نخستین نگاه و نخستین کلمات آغاز می شود. همان گونه که سیاست از نخستین زندان، نخستین شلاق و نخستین دشنام‌های یک بازپرس. عشق نفس نخستین است و درد جاری نخستین همیشه. خداوند خدا بیش از آن که انسان را بیافریند عشق را آفرید، چرا که می‌دانست انسان بدون عشق درد روح را ادراک نخواهد کرد و بدون درد روح بخشی از خداوند خدا را در خویشتن خویش نخواهد داشت. و شب سراسر آسمان را پر از نگاه می‌کنیم. بانوی خوب آذری من، کمی امان بده تا برای تمام روزها، هفته‌ها، ماه‌ها، سالها و قرنی که ناگزیر در آن زندگی می‌کنیم و برای تمام عاشقان صادق، حتی اگر هیچ معشوقی در کار نباشد، یک عاشقانه آرام بسازم. یک عاشقانه کاملا آرام. این قطره پر از ارادت است. دختر خوب آذری. عاشق بهانه نمیگیرد. عاشق نخ نمیزند. عاشق در باب زندگی سخت نمیگیرد و من بی هوا دلبسته‌ات شدم. میدانم از من خیلی سر است از هر لحاظ. میدانم شاید برای همین هم میخواهمش. عشق نمیدانم چیست. بی تجربه‌ام، تازه کارم. نمیدانم اینطور خواستن اسمش عشق است یا چیز دیگر. فقط سخت میخواهمش. سخت خواستن میتواند عشق باشد. گفتن به شرط آنکه سخت بماند و نرم. اما اگر او مرا نخواهد، گریه کنان میروم پی کارم. دوست داشتن یک طرفه می شود اما به ضرب تهدید نمی شود و این آن چیزی است که سلاطین می خواهند. مردم آنها را بپرستند، آنها از مردم بیزار باشند. من نه سلطان ادبم نه سلطان عسل. اگر نخواهد و بدانم که هرگز نخواهد کاست، گریه کنان کوله بارم را بر می دارم و می روم. فقط همین. من دبیر ادبیاتم. نمی شود که کسی ادبیات این آب و خاک را خوانده باشد و برکنار مانده باشد که برد به نزد شاهان ز من گدا پیامی، که به کوی میفروشان 2000 جنب جامی. من از عاشقان ناصر خسرو قبادیانی هستم. تو که از عشق چیزی نمیدانستی. شعر آفریدن بسیار کم از آن است که شعر را زندگی کنیم. یک پرده نقاشی بسیار زیبا سوای آن است که زندگی را به یک پرده نقاشی زیبا تبدیل کنیم. دائما می اندیشم
شب و روز در تمامی لحظه ها در باب راهم، مکتبم، مردمم، وطنم. من متعلق به نفرت از اسارتم و نفرت از استبداد، اما به باور داشتن عادت نمی کنم. می گویم تو هرگز به خاطر وطنی که به عادت دوست داشتنش مبتلا شده ای به جان نخواهی جنگید. هرگز به خاطر مردمی که به مهرورزی به ایشان عادت کرده ای زندگی نخواهی داد. نمازی که از روی عادت خوانده شود نماز نیست، تکرار یک عادت است، نوعی اعتیاد. حرفه‌ای شدن پایان قصه خواستن است. عادت رد تفکر است و رد تفکر آغاز بلاهت است و ابتدای ددیزیستن. انسان هرچه دارد محصول تمامی هستی خویش را به اندیشه سپردن است و من پیوسته می اندیشم که کدام راه، کدام مکتب، کدام اقدام در فرو ریختن این بنا می تواند تأثیر بیشتری داشته باشد. مغزت را با این کار له می کنی مرد. آوارگی اندیشه دیوانه‌ات می کند. به چیزی ایمان بیاور و مؤمن بمان. دیگر نیندیش تا شک کنی. فقط بنده آن ایمان باش. بنده آنچه که با قلبت قبول کرده ای. همین. فکر خوبی است. در این باره نیز پیوسته فکر خواهم کرد. میخواهم با عسل زندگی کنم. شادمانه و شیرین و سرشار. یک گروه بزرگ عاشق صادق است و به ظاهر خاموش. در تن سکوت چگونه زهری جاری است. تو خطرناکی گیل مرد کوچک. اعتقاد خطرناک است و عشق از آن هم خطرناکتر است. من میدانم. عسل بگو، چون که ما جز گفتن هیچ چیز نیستیم. عشق نوعی گفتن است و عالی ترین نوع گفتن. جنگ هم گفتن است. ایمان هم گفتن است. نگاه کردن یک واژه نرم است. خدا کلمه بود برای انسان. خدا چه چیز به جز کلمه میتواند باشد؟ احساس، عظمت، مطلق، کمال، مگر اینها جز کلمات خوب چیزی هستند؟ عسل بگو، دوست داشتن را بگو، ایمان را بگو. کمی خلوص کافی است تا جهان به یک واژه مخملی تبدیل شود. عسل بگذار سر بر زانویت بگذارم و تو به زمزمه از نخستین سفر گیل مرد کوچکت به ساوالان بگو. عسل در خود فرو نریز، سکوت را خارا نکن. عشق رحم ندارد و تو عاشق شده ای. قلبم را که دزدیدی دست کم نگاهت را ندزد. عاشق ترک لبخند نمی کند عسل. لبخند تذهیب زندگی است و بوسه است بر دستهای نرم محبت. با لبخندهای کوتاه گهگاه این مرصع زرنگار را شفافی ببخش. بانوی آذری من. در کهکشان‌های بی‌نهایت عشق فرو ریزش یعنی کوچک شدن و کوچک شدن یعنی فرو ریزش. بیا تلاش کنیم با تمام توانمان که فرو نریزیم. به هیچ دلیل، تحت هیچ شرایطی و حقیر نشویم، حتی اگر در نهایت حقارت نیروی 1000 خورشید در ما باشد. دیگر در انحنای فضا منحنی عشق خود را با هر چرخشی تطبیق نخواهد داد و تن به تکدی کنجی دنج نخواهد سپرد. برای عاشق زمان وجود ندارد تا حضورش باعث شود که دیر یا مختصری دیر به قرارگاه برسد. من 1000 سال است که زیر باران ایستاده‌ام، در برابر کعبه، زیر تیغ برهنه آفتاب، در سنگر به انتظار لحظه موعود جاری در تمامی لحظه ها، در تن طوفان، بر فراز بلندترین امواج و 1000 ابزاری است که اعتبارش تنها در یادآوری عمق است نه طول. عشق یک قطار مسافربری نیست تا تو اگر کمی دیر رسیدی قطار رفته باشد و تو مانده باشی با چمدان‌های سنگین، با تأسف،
با قطره‌های اشکی در چشمان حسرت. پویش عشق در خود عشق است، نه در گل اتراگینی که به سینه عشق میزنی، یا گردنبند مرواریدی که به گردنش میاندازی. در بیزمانی عشق حرکت جوهر است و تجربه ناپذیر از نفس عشق. آهای گیل مرد، از مه تخیل تا واقعیت گرسنگی نان برای صبح. در بیافرا فرصتی برای عشق نیست، نه اینکه در بیافرا از ذات عشق خبری نیست. عشق به چیزی که شبیه آسودگی است محتاج است، حتی اگر در قلب آن آسودگی اعدام جاری باشد. بانوی آذری من، بیافرا را باید درست کرد، نه عشق را ویران، و نه آنکه باید بیرون عشق ساعتی به دیوار زندگی کوبید تا عقربه‌هایش از دست رفتن چیزی را به ما آگهی کنند. خراب را آباد کنیم، نه پرشکوه ترین، سرسبزترین و بارآورترین آبادی روح را خراب. این واقعیتی است ورای مه، ژرف، مواج و بسیار تخیلی تر از فشرده ترین مه عالم. بانو، حتی در بیافرا مادران فرزندانشان را دوست می‌دارند و شوهران خوب زنان خوبشان را، و آنچه فرصت خودکشی گروهی به ایشان نمی‌دهد نوعی عشق است، چرا که فرصت از زمان سرچشمه می‌گیرد و در عشق لازمان جاری است و معجزه در این است که هر جریانی به زمانی محتاج است الا عشق. بانو، خستگی حق نیست که ما را به انکار حق بکشاند. عشق مطلقاً چیزی اشرافی نیست تا بتوانی آن را به دلیل آنکه از رفاه برمیآید محکوم کنی. عشق فقط رشد روح می‌خواهد. این را برای باری به تو گفتم. یاد انسان را بیمار می‌کند. عشق تن به فراموشی نمی‌سپارد مگر یک بار برای همیشه. جام بلور تنها یک بار می‌شکند. می‌توان شکسته‌اش را، تکه‌هایش را نگه داشت، اما شکسته‌های جام، آن تکه‌های تیز برنده دیگر جام نیست. احتیاط باید کرد. همه چیز کهنه می‌شود و اگر کمی کوتاهی کنیم، عشق نیز بهانه‌ها جای حس عاشقانه را خوب می‌گیرند. بانوی من، بسیاری از نخستین‌ها توهم است. نخستین روز، نخستین ساعت، نخستین نگاه، نخستین کلمات عاشقانه. یاد عین واقعه نیست، تخیل آن است یا وهم آن. یاد فریبمان می‌دهد. حتی عکس‌ها راست نمی‌گویند. حتی عکس‌ها چیزی بیش از یاد، بیش از عکس، بیش از نامه‌های عاشقانه، بیش از تمام نخستین‌ها عشق را زنده نگه می‌دارد. جاری کردن عشق، سیلان دائمی آن در گذشته‌ها به دنبال آن لحظه‌های ناب گشتن، آشکارا به معنای آن است که آن لحظه‌ها اینک وجود ندارند. آتشی که خاکستر شده عزیز من آتش نیست، حتی اگر داغ باشد. نگذاریم شعله بمیرد. فریب حرارت را نخوریم. اصل رقص شعله هاست، نه گل‌های سرخی زیر قبای خاکستر. اینطور است، همیشه هم اینطور بوده. از میدان در نرو، خسته نشو، از دربدری نترس، کمر خم نکن، هیچ تعهدی جز به وجدانت نسپار. در بیزمانی آغاز وجود ندارد. نباید بگذاریم که دوست داشتنی سرسختانه و استوار و با معنی به چیزی صرفاً احساسی تبدیل شود. امیدوارم که خیلی تا اینجا خوشتون اومده باشه که قصه بسیار زیبایی است این عاشقانه آرام آقای نادر ابراهیمی. قیمت عشق همیشه بیش از تحمل آدمیزاد بوده است. باید اما سخت است که زندگی را به یک عاشقانه آرام تبدیل کنی. باید اما سخت است، میدانم. تو گفتی عاشقان تنها نیستند. تنها نیستند، اما عاشق که هستند. درد ملک عاشقان است.
عاشق شب را به خاطر شب بودنش دوست دارد، نه به خاطر آنکه میتوان ندیده‌اش گرفت. خویشتن را در محبس اتاقی محبوس کرد و به قتل عام تصویرها و اصوات موسیقیایی شبانه مشغول شد. عاشق خواب‌آلوده نیست، شیفته بیداری است. عاشق صدای نسیم شبانه را عبادت می‌کند تا ایاز. هیچ وقت همه چیز درست نمی شود چون توقعات ما بیشتر می شود و تغییر می کند. هیچ قله‌ای آخرین قله نیست. رسیدن غم‌انگیز است. راه بهتر از منزلگاه است. برویم بی آنکه به رسیدن بیاندیشیم، اما واقعا برویم. حافظه برای عتیقه کردن عشق نیست، برای زنده نگه داشتن عشق است. عشق در قاب یادها پرنده است در قفس. منت آب و دانه بر سر او مگذار و امنیت و رفاه را به رخ او نکش. عشق طالب حضور است و پرواز، نه امنیت و قاب. عشق را خاطره نکنیم. اگر دوست داشتن به یک مجموعه خاطره مجرد تبدیل شود، دیگر این خاطرات از جنس عشق و دوست داشتن نیستند و از آنجایی که انسان محتاج دوست داشتن است و دوست داشته شدن، در این حال علیرغم زیبایی خاطرات، انسان محتاج به دوست داشتن نوع دوست داشتن دیگر نیازمند می شود و پناه می برد و این عشق نخستین را ویران می کند، بی آنکه شبه عشق دوم بتواند قطره‌ای از خلوص را در خود داشته باشد و عمیق باشد و با معنا باشد و عطر و رنگ و شفافی و جلای عشق نخستین یا تنها عشق را داشته باشد. یک بار و فقط یک بار میتوان عاشق شد. عاشق زن، عاشق مرد، عاشق اندیشه، عاشق وطن، عاشق خدا، عاشق عشق. یک بار، فقط یک بار. بار دوم دیگر خبری از جنس اصل نیست. شوق تصرف جای عشق به انسان را میگیرد. خودنمایی جای عشق به وطن را، ریا جای عشق به خدا را. یک بار و فقط یک بار در عشق حرفه‌ای شدن ممکن نیست، مگر آنکه به بدکارترین ریاکار تنپرست بی اندیشه تبدیل شده باشیم. آرام باش، آرام. فاصله ارتفاع صدا را معین می کند. میدانم، دیگر مدت هاست که میدانم، اما عشق زمانی به خاطرات مجرد تبدیل نمی شود که عشق باقی مانده باشد. فاصله زمانی ارتفاع صدا را معین می کند که صدای درد، صدای خشم، صدای حس به خطر افتادن چیزی عزیز نباشد. کند و آهسته بگو تا کند و آهسته بشنوم. آرام باش، آرام. فاصله ارتفاع صدا را معین می کند. من تو را عاشقم، نه خاطرات تو را. اما نگذاریم که عشق در حد خاطره حقیر و مصرفی شود. ترک عشق کنیم بهتر از آن است که عشق را به یک مشت یاد بیرنگ و بو تبدیل کنیم. یادهای بی صدایی که صدا را در ذهن فرسوده خیش و نه در روح به آن می افزاییم تا ریاکارانه باور کنیم که هنوز فریادهای دوست داشتن را می شنویم. آنچه باید بشود می شود. مگذار که عشق به عادت دوست داشتن تبدیل شود. مگذار که حتی آب دادن گلهای باغچه به عادت آب دادن گلهای باغچه تبدیل شود. عشق عادت به دوست داشتن و سخت دوست داشتن دیگری نیست. پیوسته نو کردن خواستنی است که خود پیوسته خواهان نو شدن است و دیگرگون شدن. تازگی ذات عشق است و تراوت بافت عشق. چگونه می شود تازگی و تراوت را از عشق گرفت و عشق همچنان عشق بماند؟ از شباهت به تکرار می رسیم، از تکرار به عادت، از عادت به بیهودگی، از بیهودگی به خستگی و نفرت. وای بر آن روزی که چیزی حتی عشق عادتمان شود. عادت همه چیز را ویران می کند، از جمله عظمت دوست داشتن را، تفکر خلاق را، عاطفه جوشان را. عاشق کم است،
سخن عاشقانه فراوان. عسل بانوی من، روزگاری است چه بعد که دیگر کلام عاشقانه دلیل عشق نیست و آواز عاشقانه خواندن دلیل عاشق بودن. خلوص حالیا قصه ایست فرسوده و عشق را تنها شاید طبیبان هرزه در دکانهایشان به شنیع‌ترین شکل ممکن تجربه کنند. عشق را محک نمیتوان زد و هیچ معیاری در کار نیست. سخن گفتن عاشقانه دلیل عشق نیست، آواز عاشقانه خواندن دلیل عاشق بودن. آرام تر بگو، میشنوم. فاصله معیاری است برای انتخاب ارتفاع صدا. تصور کن که گنگی ناتوان از نوشتن از عشق خیش با تو میگوید دفترت را زنده نگهدار. و در انتهای این فصل زیبا شعری از آقای نادر ابراهیمی میخونم و کتاب رو تموم میکنم. نمی شود که بهار از تو سبزتر باشد، گل از تو گلگونتر، امید از تو شیرینتر. نمی شود پاییز فضای نمناک جنگلیش، برگهای خسته زردش غمگینتر از نگاه تو باشد. نمی شود، می دانم. نمی شود آوازی که مردی روستایی و عاشق با صدایی صاف در اعماق دره می خواند در شمال شمال رنگینتر از صدای تو باشد. نمی شود که بهار از تو سبزتر باشد و صدای شیهه اسبی تنها در ارتفاع کوه و صدای گریه سردابرود زمانی که تنگه ونداربن را می ساید و صدای آبر پیری که آب می خواهد به عمق یک سلام تو باشد. شب هنگام که خسته ایم از کار، که خسته ایم از روز، که خسته ایم از تکرار، نمی شود که بهار از تو سبزتر باشد. نمی شود که تو باشی به مهربانی مهتاب در آن زمان که روح دردمند ولگردم بستری می جوید، بالینی می خواهد تا شاید دمی بیاساید. نمی شود که تو باشی به مهربانی مهتاب و این روح دردمند ولگرد باز هم کوله را زمین نگذارد و سر را بر زانوی مهربانی تو. نمی شود که بهار از تو سبزتر باشد، شکوفه از تو شادابتر، پاییز از تو غمگینتر. نمی شود که تو باشی و شعر هم باشد، نمی شود که تو باشی ترانه هم باشد، نمی شود که تو باشی گلدان یاس هم باشد، نمی شود که تو باشی بلور هم باشد. نمی شود که شبنگام عطر نگاه تو باشد، محبوبه های شب هم باشند. نمی شود که تو باشی من عاشق تو نباشم. نمی شود که تو باشی درست همینطور که هستی و من 1000 بار خوبتر از این باشم و باز 1000 بار عاشق تو نباشم. نمی شود، می دانم. نمی شود که بهار از تو سبزتر باشد. از گیل مرد ریزنقش برای عسل، تفرجگاه عاشقان، زندان قزلقلعه، بند 3 فروردین 1355. امیدوارم که از این کتاب عاشقانه آرام خیلی خوشتون اومده باشه. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.